4 تا کتاب اینجاست. 40 فکر سمی، فکر جادوی فکر بزرگ، خرد عادت‌ها، عیبی نداره اگه حالت خوش نیست. و من اینجام که بهت بگم اگه این 4 تا رو بخونی چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ولی تو وقتی کتاب 40 فکر سمی رو میخونی با 40 تا فکر سمی آشنا میشی. حالا این فکرها چی ان؟ حالا بهت میگم. فکر سمی شماره 1، فکر سمی شماره 2، فکر سمی شماره 3، فکر سمی شماره 4، فکر سمی شماره 7، فکر سمی شماره 6 و بالاخره فکر سمی شماره 40. جادوی فکر بزرگ. این کتابیه که وقتی میخوای فکر جادوی فکر بزرگ و اگه کتاب عیبی نداره اگه حالت خوش نیست رو بخونی به این نتیجه میرسی که عیبی نداره اگه حالت خوش نیست پس کلا به یه وده. و کتاب خرد عادت‌ها راه آسان اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد. یعنی در اصل تو یه کاری می‌کنی، یه قدرتی به دست میاری که بتونی عادت‌های خوبت رو از بین ببری و عادت‌های بدت رو از بین بیاری. پس اگه دوست داری بیشتر با این 4 تا کتاب آشنا شی، بیشتر با من همراه شو. شاید الان به خودت میگی که چرا بعد این ویدیو رو ببینم؟ خجالت نمیکشی به خودت میگی که چرا بعد این ویدیو رو ببینی؟ من بهت میگم که چرا بعد این ویدیو رو ببینی. کافی یکم با من همراه بشی. میخوایم بریم یه کوچولو از زبون کتابا برات حرف بزنم. پس بریم. بعضی وقتا حالم انقدر بد میشه که اصلا هیچ چیزی جز غم و اندوه نمیبینم. دقت کردی وقتی یه سنگ خیلی کوچیکی و انقدر میاری نزدیک خودت که چشت جز اون سنگ کوچیکی دیگه هیچی رو نمیبینه. بعضی وقتا انقدر یه حال بد کوچیک اونقدر نزدیکم میشه که دیگه هیچ چیز دیگه رو حس نمیکنم. بعضی وقتا اصلا حس میکنم خودم رو دوست ندارم، کسی دیگه رو دوست ندارم. وقتی خودم دوست ندارم چجوری میخوام کسی دیگه رو دوست داشته باشم؟ و بعضی موقع‌ها همینایی که بهت گفتم و خیلی چیزای دیگه من تبدیل میکنه به یک مرده متحرک، انگار که مرگ مغزی شدم، هیچ حرکتی نمیتونم بکنم، فقط به گوشه زل میزنم. خب تازه میفهمم که چرا رفتم سراغ این کتاب. بهم میگه که بعضی از این حالا احوال راه حل داره، بعضیشون راه حل نداره. تازه اونایی هم که راه حل داره من اصلا حال و حوصله‌اش ندارم برم سراغش، راه حلش رو پیاده کنم تو اون شرایط بعد، تو اون شرایط سخت. مثلا چیکار میخوام بکنم، چه کاری از دستم برمیاد برای حال خوب خودم؟ تو اون شرایط مثلا یه جا افتادم یا مثلا تو یه جا افتادی، چیکار می‌خوایم بکنیم مگه؟ اما یه لحظه صبر کن رفیق، شاید اصلا لازم نباشه کاری کنی. اگه این ماشینا رو غم و اندوهت در نظر بگیری، مشکلاتت در نظر بگیری، گاهی بعد عقب وایسی، بیای کنار خیابون و عبور مرورشون رو فقط نگاه کنی. گاهی اصلا نمیشه کاری کرد، گاهی نمیشه مشکلی رو حل کرد. این کتاب بهت یاد میده چطور بپذیری چیزی رو که نمیتونی حلش کنی. شنیده بودم که یه پیرمردی آلزایمر گرفته بود اما هیچ وقت راه خونه‌شو فراموش نمی‌کرد. به نظر چجوری این کارو می‌کرد؟ ببین وقتی تو یه کاری رو از مرحله تفکر و تخیل میاریش بیرون و می‌کنیش تو مرحله عادت، دیگه اصلا لازم نیست برای انجام اون کار هیچ کار خاص دیگه‌ای انجام بدی. مثلا تو صبح که از خواب بیدار میشی، یا اصلا خودم صبح که از خواب بیدار میشم هیچ وقت به این فکر می‌کنم که اول باید برم دستشویی، بعد برم دست صورتمو بشورم؟ نه، به صورت اتوماتیک بار این کار رو انجام میدم، چون این کار از مرحله تفکر و تحلیل در اومده و به مرحله عادت رسیده. اینو من تو کتاب قدرت عادت خونده بودم که خیلی ربط داره به این کتاب که الان دارم بهت معرفی میکنم. میخوام بهت بگم که اگه میخوای کارهایی که دوست داری انجام بدی، کارهایی که همیشه میخوای انجام بدی اما نمیتونی انجام بدی و تبدیل کنی به این عادت دستشویی رفتنی که بهت گفتم، باید یه سری کارهایی بکنی که فرمولش رو تو این کتابه برات نوشته. یه جا میاد یه نمودار جالب بهت میده، یه محورش زمانه، یه محورش مکان، یه محورش نتایجه. و شما وقتی حرکت میکنی تو انجام یه کاری، اون چیزی که انتظار داری پیش بره نمودارش این شکلیه و اون چیزی که واقعا پیش میره نمودارش این شکلیه. و اینجاست که در این ناامیدی شکل میگیره که اکثرمون همونجا ترمز دستی میکشیم و دیگه هیچ کاری نمیکنیم. رفیق این کتابو بخون، اونقدر رو عادتهای کوچیک تاثیر میذاره و اونقدر عادتهای کوچیک رو وارد زندگیت میکنه که بتونی تغییرهای بزرگ تو زندگیت انجام بدی. بعضی موقع ذهنم انقدر آماده است، انقدر تو اون حالت های خودش قرار داره که فقط منتظر یه جرقه است، یه بشکنه. اگه اون زمانی که تو این شرایط قرار دارم یه کتابی مثل کتاب جادوی فکر بزرگ رو بخونم و این کار رو مدام تکرار کنم، یعنی زمانهایی که ذهنم تو این آمادگی قرار داره یه همچین کتابی رو بخونم،
دقیقاً موفقیت برام تبدیل میشه به همون عادتی که تو پارت قبلی راجعش باهات صحبت کردم. حالا چرا میگم این کتاب اینجوریه؟ چون شما وقتی یه انگیزه‌ای بهت داده میشه و پشت اون انگیزه دلیل و منطقی وجود داره که با تیپ و تایپ شخصیتی تو سازگاره، یعنی وجودت باش مچ میشه، اون وقت اون انگیزه خیلی سخت‌تر از بین میره و زمانی که تو این انگیزه رو گرفتی، گوشتو که میذاری ساعت 5 صبح خواب بیدار شی، دیگه بیدار میشی، دیگه نمیزنی تو سرش و دوباره به خوابت ادامه نمیدی. تفریح و سرگرمی که بابا وقت تلف کردن، من یه وقت تفریح دارم. اصلا من اومدم تو این دنیا فقط بودم دنبال یه لقمه نون، من کار دیگه میشه کرد. من اومدم زندگی کنم که کار کنم، من اومدم کار کنم که زندگی کنم. این نمیبینی اوضاع چجوریه؟ خدا شاید اگه این پول تو جیب من بود، باش دنیا رو اصلا ولش کن. اون روز یادت رفتی اون رو چی گندی زدی؟ خدا وکیلی اگه اونجا اون کارو نمی‌کردی الان تو این وضعیت نبودی. بس چی کار داری می‌کنی با خودت؟ از صبح که بیدار میشی تا شب که می‌خوای بخوابی، هزار جور این فکرها رو زیر و رو می‌کنی. اصلا اولیش خودمم که این کارو می‌کنم. اما میشناسی فکرایی که داری زیر و رو می‌کنی و شناساییشون کردی، 40 تاشو این بهت نشون میده. 40 تاشو که از مهمتریناشن. این راجبش صحبت می‌کنه، خیلی قشنگ تحلیلشون می‌کنه و در فکری که میتونه در نقطه مقابلش قرار بگیره هم بهت میگه و تازه مثالم براش میزنه. پس بخون، بشناس، کیفیت زندگی تو ببر بالا. خب تو الان یکی از ویدیوهای من دیدی و داره تموم میشه. این ویدیو از اون ویدیوهایی که با دیدنش وقت تو حروم نکردی. بالاخره من پشت دوربین وایسادم. نه به خاطر این چرا نه اصلا ولش کن. رفیق فکر نکن کتاب خوندن کار خیلی سوسولانه‌ایه و هر کسی نباید بشینه کتاب بخونه. شاید همین تویی که سوسول نیستی، گاهی وقتا اونقدر حالت بد میشه که شاید یه صفحه، یه بند از یه کتابی که متناسب با تیپ شخصیتیته بتونه اون ریتم حال بد تو رو تغییر بده. پس تا وقتی که ویدیو بعدیمو بذارم یکم بشین فکر کن ببین آیا کتاب خوندن ضربه‌ای بهت میزنه؟ آیا واقعا به اندازه چند دقیقه، حتی چند دقیقه توی یه روز نمیتونی جواب کنی براش؟ راستی من اول ویدیو یادم رفت سلام کنم. سلام خوب هستی قربان، خداحافظ.